راهسازی یکی از مهمترین پروژه های عمرانی در کل کشور ماست که روسازی راه به عنوان لایه نهایی اون از آسفالت استفاده میشه و آسفالت ماده اصلیش قیر هست. قیر به عنوان یک ماده استراتژیک برای کشور ما بسیار قابلیت ارزآوری داره و اگر ما بتوانیم بخشی از مصرف قیر رو در راهسازی کاهش بدیم و در کنار کاهش اون بتوانیم مقاومت رویه آسفالت و عرضم به حضور شما دوام آسفالت افزایش پیدا بکنه، میتواند ضمن صرفه جویی هزینه‌های تأمین نگهداری ما رو در راه‌ها به شدت کاهش بده. از مزیت‌های فنی این محصول به مقاومت استابیلیتی بالا نسبت به آسفالت‌های متعارف و پایداری و مقاومت درازمدت بسیار بالاتری در زمینه پدیده خستگی و پیری آسفالت در آسفالت‌هایی که با ماده افزودنی بیتوسول ساخته میشه میتونیم اشاره کنیم که این دو مزیت باعث میشه این آسفالت در مناطق گرم و خشک و معتدل ایران یکی از گزینه‌های مناسب باشه و باعث پایداری و طول عمر بالاتر لایه روسازی و در نتیجه کاهش هزینه‌های کلی در کشور برای ترمیم و بازسازی راه‌های کشور میباشد. استفاده از این افزودنی میتونه باعث کاهش 35 تا 40% از قیر مصرفی در تولید آسفالت بشه. یکی از محاسن استفاده از افزودنی بیتوسول اینه که توی تستای خستگی، شیار شدگی و تست مارشال افزایش مقاومت داریم و از نظر دوام باعث افزایش و طول عمر آسفالت در روسازی راه‌ها خواهد شد. به طوری که با جایگزینی این افزودنی که از نظر قیمتی و مالی قیمت پایین‌تر از قیر مصرفی رو داره میتونه هزینه‌های مصالح تولیدی رو کاهش بده. استفاده از گوگر در قیر و مخلوط آسفالتی موجب افزایش خصوصیات مکانیکی و دوام مخلوط آسفالتی، کاهش مصرف انرژی، به کاهش ملاحظات اقتصادی و همچنین افزایش طول عمر آسفالت میشه. و همچنین افزایش عمر و دوام مخلوط آسفالتی رو شامل میشه و نهایتاً مقاومت در برابر حلال‌های نفتی رو افزایش میده.